سارا و راز خواب جنگل، نوشته میلاد تقی‌زاده. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، وسط یک جنگل سرسبز و رویایی، یک کلبه چوبی فسقلی بود که سارا کوچولو توش زندگی میکرد. سارا عاشق جنگل بود، عاشق آواز پرنده ها و بوی خوش گلهای وحشی. اما یک مشکل کوچیک وجود داشت. سارا اصلاً با شب و تاریکی میونه خوبی نداشت. همین که خورشید خانم میرفت پشت کوها و سایه ها روی دیوار اتاق شروع میکردن به رقصیدن، دل سارا مثل سیر و سرکه میجوشید. پتو رو محکم میکشید روی سرش و با خودش میگفت نکنه یه چیزی اون گوشه قایم شده باشه. همین فکر و خیالا نمیذاشت سارا شبها راحت بخوابه. یک روز صبح سارا با چشمهای پف کرده و خسته بیدار شد. خیلی کلافه بود. با خودش گفت کاش میتونستم مثل بقیه راحت بخوابم. یعنی حیوانای جنگل از تاریکی نمیترسن؟ کاش میشد ازشون بپرسم رازشون چیه. سارا با همین فکرها غمگین و آهسته به سمت جنگل رفت. هنوز چند قدمی نرفته بود که ناگهان یک نور نقره‌ای و براق جلوی پاش درخشید. نور چرخید و چرخید تا تبدیل شد به یک فرشته مهربان با بالهای سفید و نرم. فرشته با صدایی که مثل صدای زنگوله‌های ریز بود گفت سلام سارای مهربون، من آرزوتو شنیدم. امروز یه هدیه جادویی داری. میتونی زبون حیوونا رو بفهمی تا راز آرامش اونها رو یاد بگیری. سارا که حسابی ذوق کرده بود قول داد که جوابو پیدا میکنه. با خوشحالی راه افتاد تا رسید به برکه آب. یه قورباغه سبز و توپل روی برگ نیلوفر لم داده بود. سارا جلو رفت و گفت سلام آقا قورباغه، تو شبا چطوری اونقدر راحت میخوابی؟ نمیترسی؟ قورباغه چشمای قلمبشو باز کرد و گفت قور سلام سارا جون. وقتی شب میشه من یه جای دنج زیر یه برگ بزرگ پیدا میکنم. اونجا امن منه. بعدش بدنمو شل میکنم انگار که منم یه تیکه برگم روی آب. وقتی بدنم سبک میشه سری خوابم میبره. سارا خندید و کمی جلوتر روی شاخه درخت بلوط یک سنجاب دمپفکی با مزه رو دید. پرسید سلام سنجاب کوچولو، تو اون بالا نمی ترسی؟ چطوری خوابت میبره؟ سنجاب فندقی رو زمین گذاشت و گفت سلام، نه بابا ترس چرا؟ من شبا دم پشمالومو مثل یه پتوی گرم و نرم میپیچم دور خود. بدنم رو گرد میکنم عین یه توپ کوچولو. این گرما به هم حس امنیت میده و باعث میشه خوابای گردویی و خوشمزه ببینم. سارا خوشحال شد و به راهش ادامه داد. پرنده ای رو دید که سرش رو لای پرهاش قایم کرده بود و همون سوال رو پرسید. پرنده با صدای نازک گفت من هر وقت میخوام بخوابم چشمهامو میبندم و به قشنگترین پروازم تو آسمون آبی فکر میکنم. فکرهای خوب مثل بالهایی هستن که من رو میبرن به سرزمین رویاها. سارا رفت تا به قسمت‌های عمیق‌تر جنگل رسید. اونجا یه خرس قهوه‌ای بزرگ و مهربون زیر سایه درخت دراز کشیده بود. سارا با احترام پرسید آقا خرس مهربون، شما چطوری شبها اونقدر راحت میخوابی؟ خرس خمیازه‌ای طولانی کشید و با صدایی بم اما آرام گفت دختر جون، راز من نفس عمیق کشیدنه. وقتی شب میشه دراز میکشم و چند تا نفس عمیق و آروم میکشم. درست مثل وقتی که میخوام کل زمستون رو بخوابم. نفس عمیق تمام ترسمو میبره. در آخر راه سارا به درخت پیری رسید که یک جغد دانا روی شاخش نشسته بود. سارا گفت جناب جغد، شما شبها بیدارید. حتما خیلی شجاع هستید. جغد خندید و گفت هو راستش سارا جان، تاریکی اصلاً ترسناک نیست.
تاریکی فقط مثل یه پتوی سرمه‌ای بزرگه که خورشید رو پوشونده تا استراحت کنه. شب زمان آرامشه، نه زمان ترس. دنیا توی شب ساکت و امنه. سارا فهمید که ترس‌ها فقط توی فکر خودش بودن. همون موقع فرشته مهربون دوباره ظاهر شد. آفرین سارا، رازو پیدا کردی. حالا یه راز طلایی من یادت میدم. هر شب وقت خواب دستهات رو محکم مشت کن، بعد باز کن و رها کن. چشمهات رو ببند و یادت باشه خدا همیشه بیداره و مراقبته. اون شب سارا دیگه نترسید. رفت توی رخت خواب، دستهاشو مشت کرد و رها کرد. مثل قورباغه بدنشو شل کرد، مثل سنجاب خودشو گرم کرد، مثل خرس نفسی عمیق کشید و با یاد خدا و فرشته مهربان آرامترین خواب زندگیش را تجربه کرد. هر هفته با داستان‌های تازه و قشنگ همراه من باشید. لطفاً با لایک، سابسکرایب و کامنت بهم انرژی بدید و اگر دوست داشتید کانال رو با بقیه هم به اشتراک بگذارید. حمایت شما بزرگترین انگیزه منه. مرسی.